وطن بحر خلایق مثل جان است، کی بتواند جدا سازد تن از جان؟ کدامین تیر ظالم میتواند به خاک اتفاق ما رسیدن؟ ما اگر یک پنجه یک مشت باشیم همه کار کرده میتونم. و ببینید امروز من شادی من حد و کنار ندارم. من امروز با علمان، آنهایی که برای این وطن اینقدر خدمت کردن و خوردم و در قطار آنها، در صف آنها امروز با عنوان خیلی بلند در پیشه شایسته توریستان سرفراز گردیدم و دست مبارک جناب عالی را گرفتم و شکر کردم. شکر میگویم که ما وحدت به دست آوردیم، استقلالیت به دست آوردیم و امروز اینقدر پیشروی ها که ما را وادار میسازد این عنوان بلند، این نام بلند، این شرف بلند که بیشتر و بیشتر برای خلق، برای وطن خدمت کنیم. در پهلوی اساسگزار صلح و وحدت، پیشوای معظم ملت، پرزیدنت عزیزمون باشیم و با تمام هستیمون برای وطن خدمت. ای مردم تاجیک به هم آید پهلوی این مرد، که چون او سرور پاکدیل ندیدید، سلطان مراد گفت از دل صافش، 100 سال دیگر چنین نام مبارک نشنید.